مهرداد محمدی. دو بازیکن در مقابلش هستن، میندازه در آن، فرصت برای سجاد شهبازاده توی دروازه. گل اول این مسابقه رو سپاهان به وسیله سجاد شهبازاده میزنه تا ورزشگاه نقش جهان سر از پا نشناسه. باز هم روی حرکات روی زمین مهرداد محمدی عمق دفاع ذوبان هدف قرار گرفت. ببینید در تصویر هست یه بازیکنم باش میرفت اما خوب خودشو جدا کرد. یه نگاه، یه ضربه دقیق از کنار دستان مظاهری به درون دروازه. عالی بود پاس پای چپ مهرداد محمدی. ببینید اینجا دیگه موقعی بود که ضربه رو باید بزنه و خوبم زد. مهرداد محمدی خوب انداخت. ببینید حرکت هم داشت میکرد محمدزاده باش، اما ضربه پای راست دقیق سجاد شهبازاده